السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. قاری جان خوش آمدی به برنامه ما آزمون یعنی که قاری ها تشکیل کردیم. خود را یک معرفی میکردین که از کجا هستین؟ خوب سلامت باشید. اولا میخواهم سلام خود را به کل اشتراکچیان و به کل بینندگان شبکه صدای امید رسانده باشم. من محمد اقبال می باشم از ولایت سوغد و از ناحیه اصفهان. ماشاءالله قاری جان. میگفتین که چند پاره از یاد میدونید؟ خب من راستی بار اول است که حفظ کرده شدم. انا پاره 12 پاره گویم. ماشاءالله بهترین. اگر شروع میکردین یکی از آیات های قرآن رو بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز است. ماشاءالله. خب سلامت باشین قاری جان. خطای تجویدی کردین در حرف یا در وقت اعوذ بالله و بعدن در حرفهای قاف که تونک خوانده میشه و در حالت زیر اومدن فقد ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیته که در این حالت قاف زبر شده ایستاده است، قفس خوانده می شود. حرف قاف رو در سه جا شما خطا کردید از خطای تجویدی. ان شاء الله که دیگرش بهترین است. خب سلامت باشی قاری جان. ماشاءالله بهترین. خب اگر یک نشید از تاجیکی میخوندیم بسیار خوبه. بگیر دستی فقیر و بنوایان ترحم بر کسانی بنوا کن. ببین تو حال زار نابینایان تو تنها شکر چشمانی بنا کن. ببینی گر شکسته دست و پایه تو شکر صحتی دست و پا کن. تو شکر صحتی دست و پا کن. مکن شادی بر روز مردنی کس زمان فکر از روز قضا کن. زمان فکر از روز قضا کن. اگر با دوستان عهد ببستی بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. و آن یاره که باشد او خدا جوی و آن یاره که او باشد خدا جوی. اگر جان خواست جانت را فدا کن. به گوشت گیر در آخر پند ما را
تو تنها یک دعا بر جان ما کن، تو تنها یک دعا بر جان ما کن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ماشاءالله قاری جان، زنده باشین. بهترین آواز. ما باید البته شکرانه چشم بینا کنیم، تا کور نشوی به قدر بینایی نمیرسیم. همه کسا در قاری جان دعا میکنیم انشاءالله. ماشاءالله قاری جان، من یگان سخن ندارم، 100% شما گذاشته بهترین ماشاءالله. خوب اگر قاری امیر حمزه میشینه برآمدن بسیار خوب میشد انشاءالله. و علیکم سلام و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این آزمون ما. خود رو معرفی میکردین انشاءالله. سلامت باش. قاری جان چند پاره هستین؟ 5 تا. ماشاءالله ماشاءالله بهترین. اگر قرائت میکردین یک سوره از قرآن بسیار خوب میشه.